نورپردازی بعدی ما نورپردازی لوپ یا حلقه هستش که این یکی از آسان ترین هاست که زاویه نوری ما بین 30 تا 40 درجه هستش و یک سایه رو کنار بینی، یعنی از اینجا تا اینجا ایجاد میکنه. نورپردازی بعدی نورپردازی رمبرانت هستش. رمبرانت یکی از معروف ترین نقاشای هلندی هستش که توی نورپردازیش زاویه نورش 45 درجه بوده و جنس نورش هم نرم بوده، یعنی مثل جنس نور روزهای ابری. توی روزهای ابری نور خیلی نرمه، برعکس روزهای آفتابی که نور مستقیم و تند و تیز میتابه. پس توی عکاسی رمبرانت نور ما نرمه، فضای عکاسیمون دراماتیک و احساسیه و زاویه هم 45 درجه است. و نکته آخر اینه که در این قسمت گونه و کنار بینی یک سایه مثلثی شکل رو ایجاد میکنه. و آخرین نورپردازی پروانه یا باترفلای هستش که توی این نورپردازی منبع نوری ما بالای سر سوژه قرار میگیره و یک سایه پروانه